روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 24 اپریل است و ما با جمع همکاران در دوشنبه و پراگ مجله خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را تقدیم شما میکنیم. امروز هم خبر زیاد است و حالا نخست با موضوعهای این برنامه شناس شوید. هزارها شهروند تاجیکستان در گذرگاه مرزی بین قزاقستان و روسیه درماندند. تفتیش در سرحد پیش از درآمدن به روسیه سخت‌تر شده است. در یک شبانروز 10 تا ماشین می‌دروید. توالت میمونه رفتن، نه آب هست. در ساعت‌هایی که پرزیدنت تاجیکستان با رهبریت ایتالیا مذاکره می‌کرد، پلیس روم 8 عضو گروه 24 را بازداشت نمود. زنهای نقاش تاجیک در چه باره اثر ایجاد می‌کنند؟ بازدید از نمایشگاه نقاشی بانوان تاجیک در دوشنبه. زنها با موضوعات اعتراضی رو بیارن و آنها را بر روی تصویر بکشه، باعث از این میشه که مردم آنها را دیده و صدای آنها را بشنوند. و برنامه رو از خبر در سرحد قزاقستان و روسیه شروع میکنیم. درست شد در یک گذرگاه مرزی بین ولایت‌های ارنبورگ روسیه و اورال جنوبی قزاقستان 10 ماشین با مسافران تاجیک درماندند. سرحدبانان روس هر یک مسافر را موشکافانه تفتیش و سوال و جواب میکنند. برخی مهاجران این را یک پیامد دیگری حمله به کراکوس نامیدند. زرنگیزی نوروزشاه گزارش میدهد. Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном. ما در بین قزاقستان و روسیه در منطقه هایل قرار داریم. از روز 22 اپریل در اینجا هستیم و ما را به حدود روسیه راه نمیدهند. На территорию России. مراجعت ویدیویی مهاجران تاجیک که در بین دو کشور ماندند. اینجا نزدیکی گذرگاه بین المللی سرگرچین ارنبورگ است. 180 ماشین با مسافران تاجیک در این منطقه مرزی انتظار دریافت اجازه برای ورود به خاک روسیه هستند. 2 روز باز 10 نفر شب را در ماشین روز میکنند. سریع ماشین است که همش نمیره تاجیک‌ها. دیگه ملت نه، دیگه ملت به هشت ما رفته است. سبب جمع آمدن ماشین و مسافران زیاد همین بوده است که در گذرگاه ارنبورگ مهاجران تاجیک را به تنهایی و با دقت تفتیش و بازپرسی میکردند. مقامات روسیه هر یک کدامش را درآورده. отдельно پرسیدوست. شما برای چی آمدین؟ با چی خاطر آمدین؟ تلفن‌هاشون رو گفته دیدوستین. به حد وضعیت بزرگ. باز کمتر هوا خنک شد، باران بارید، مردم در این ماشین با درمان شیان. با مسافران و راننده های تاجیک گفتند که نورسان تا 14 ساله و افرادی از 60 ساله بالا می توانند به نوبت وارد روسیه شوند. دیگران باید نوبت ایستند. این محدودیت هم فقط به مهاجران تاجیک ربط داشته است. زادگان کشورهای دیگر آسیای مرکزی به مشکل از مرز می گذرند. کدومی که از سن 14 تا سن 57 است، مرحمت نوبت بستین. لیکن نوبت به حد قینشدگی به خاطری که در یک شبانروز 10 تا ماشین می‌دروید. نه توالت میمونه رفتن، نه آب هست، خورد و خوراک هم به حد قینی کشیدن بچه‌ها. با افرادی بند مانده که در بینشون زنان و کودکان هم کم نیستند در این مدت خیرخواهان آب و غذا می‌آورند. اینا برادرها 150 پرس آش 150 پرس آش تقسیم کردیم نمیرسونیم. در 2 روز به گفته مصاحبان ما تنها به 20 ماشین اجازه ورود به روسیه داده شده است. مرز قزاقستان با روسیه یک راه اصلی سفر شهروندان تاجیکستان به مسکو است. سفارتخانه تاجیکستان در مسکو وضع را شرح نداده است، ولی مسافران تاجیک میگویند سفارت را از حال خود آگاه کردند، وعده کمک گرفتند، ولی وضع حالا به تغییر است. سبب رسمی تفتیش موشکافانه مهاجران تاجیک و مشکل شدن ورود آنها به روسیه معلوم نیست، اما اکثریت باور دارند این پیامدی حمله مرگبار در مسکو است که در آن شهروندان تاجیکستان گمان دانسته شدند. بعد این حادثه در اکثر کشورها برخورد با تاجیکان تغییر یافته است. چند پیش مرزبانان گرجستان هم گروهی از مهاجران تاجیک را به این کشور راه نداده از فرودگاه پس گرداندند. ورود تاجیکان به ترکیه هم مشکل و با روادید شد. در شهر رومی ایتالیا 8 عضو یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان را بازداشت کردند. حالا معلوم نیست سبب بازداشت اعضای گروه 24 چی است، هرچند خودشان میگفتند که برای تشکیل اعتراض بر روم میروند.
بازداشت هنگام ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان با رهبران این کشور اروپایی صورت گرفته است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. میرزانبی سلام، اول از موضوعهای صحبت و گفتگوهای پرزیدنت رحمان با رهبران ایتالیا بگوید. سلام خیرامان، سلام بینندگان ارجمند. اگر به خبرهای رسمی تکیه کنیم میبینیم که مقامات دو کشور بیشتر به مسائل همکاری‌های امنیتی و اقتصادی تکیه کردند. مهمترین سازشنامه‌ای که دو کشور امضا کردند همکاری در مسائل امنیتی نامیده شده است. البته هنوز محتوای آن دسترس نیست، ولی پس از امضای سازشنامه رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با وزیر کارهای داخلی ایتالیا صحبت کرده است. در صحبت مسئله استرداد متهمان به جنایت در تاجیکستان بررسی شده است. رمضان رحیمزاده گفته است که بعضی از جنایتکاران به اروپا از آن جمله به ایتالیا با بهانه گرفتن پناهندگی سفر کرده پنهان شده‌اند. مخالفین میگویند که هدف مقامات بیشتر پناهندگان سیاسی است که آنها را تروریست و افراطگران نامیده تعقیب میکنند. پیشتر از این مقامات ایتالیا خبر دادند که یک شهروند تاجیکستان را با اتهام عضویت در داعش بازداشت کردند و امامعلی رحمان همچنین با پیترو سالینی رهبر شرکت ویبیلد صحبت کرده است که نیروگاه عظیمی راغون را میسازد. میرزانبی گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان اعلام کرد که یک گروه اعضایش را که میخواستند در روم اعتراض کنند بازداشت کردند. در این باره چی جزئیات به دست آورده؟ بله خیرامان، گروه 24 اعلام کرد که روز گذشته 8 عضوش را در روم بازداشت کردند. به نامه ما درباره سبب بازداشت هنوز پلیس ایتالیا پاسخ نداده است، ولی سخنگوی گروه 24 به ما گفت که طرفداران آنها را پلیس ایتالیا در نزد قصر پرزیدنت دستگیر کردند. از این بازداشت شدگان ما تنها یک صدای دریافت کردیم که در آن گفته شده بود که آنها دستگیر کرده شدند و تلفن‌هایشان از دستشان گرفته شده است و تنها به یکی از آنها اجازه داده شده است که از دستگیر شدنشان برای ما خبر بدهد. بر اساس همین ما با سفارت آلمان در کشور ایتالیا مراجعت کردیم، زیرا تمام بازداشت شدگان پناهندگی سیاسی کشور آلمان را دارند و علاوه بر این وکیل گرفتیم تا اینکه بتواند به آنها کمک برساند برای آزاد کردنشان. و در سفر امامعلی رحمان به آلمان سال گذشته یادتون باشد 10 نفر از طرفداران مخالفان اعتراض کرده بودند. ضمناً روز 22 اپریل یک گروه خرد در لیتو تظاهر کرده از حکومت ایتالیا و کشورهای دیگری اروپایی خواست که از پذیرایی رهبران خودکامه از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان خودداری کنند. به قول مخالفان کشورهای دموکراتی اروپا با این کارشون دست امامعلی رحمان را برای نقض بیشتری حقوق مردم و سرکوب دیگراندیشی و مناقضان بازتر میکنند. تشکر. این بود آخرین تحولات از ایتالیا که برابر با سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان آنجا گروه مخالفان حکومت بازداشت شده است. دادگاه در دوشنبه قرار کرد که خانواده یک خدمتچی حربی از منزلی که سالها باز در آن زندگی میکرد بیرون کرده شود. گلنوره زیورشویوا میگوید شوهرش بیش از 20 سال در قشونهای مرزبانی خدمت کرده است و بعد اینقدر سال از منزل بیرون کردن آنها عادلانه نیست. دادگاه حلنامه خود را در این باره قانونی میداند. جزئیات بحث در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله. پیچاتی زدگیشان اینا کودکا کندیه. من با گرفتم همینجا درو وردمش موندمش. این زن نمیتواند به منزلی که در آن بیشتر از 10 سال زندگی کرده است درآید، زیرا با قرار دادگاه اوردر یا سندی که حق زیستن به او را میداد بیکار کرده شده است. سال 2012 سال همیش خانه را جناب عالی به یک قطار خدمتچیان حربی خانه داده بودن. شوی من به نصیب نگشت، به او را همین خانه را دادن. ای سال 2012 این تا حاضره نمی فرزندامون قطعی نمی خونه در زندگی داریم. شوی من 2014 سال و این نفقه برآمدم. با قول گلنوره شوهرش شوکت زاکیروف بیشتر از 20 سال در نیروهای مرزبانی کشور کار کرده است و قرار دادگاه در مورد بیرون کردن آنها از منزلشان عادلانه نیست. ما همین سببی برآوردن ما نمیدونیم، برای که همین خونه داشتگی بودیم که اومدن و یه ورق مدنیشان داد. وقتی که شوهرشون در جنگ فرخ وارخ کشتن
همون момент جناب عالی سپارش دادین که زنکا را خانه تین یعنی یک همون خانه ما را گرفتین در یکی همون زنکا دادگیان ما خبردار نیستیم. طرف دیگری بحث دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان و قشون‌های سرحدی کمیته امنیت ملی تاجیکستان است. آنها در عریضه دعوایی خود از جمله اساس پیش آوردند که در پی گذراندن سنجش معلوم نمودند شوکت زاکیروف بعدی از کار برآمدن سال 2014 همراه خانواده‌اش به روسیه رفته شهروندی این کشور را قبول کرده است و خانه خدمتی را به اجاره داده است. گلنوره زیورشایوا میگوید برای بهبودی وضع زندگی به روسیه رفته بودند و هنگامی در آنجا بودند در منزلشان خوشتامنش به سر میبرد. چندی از همسایه‌های این زن در نامه زندگی آنها را در این منزل تصدیق کردند. مقامات منزل خدمتی بحثی را به همسر یکی از خدمتیان حربی که در مناقشه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان درگذشته است دادنی‌اند. شوهر گلنوره حالا در روسیه است. خود او همراه 3 فرزند نابالغش در منزل خویش و نزدیکان به سر میبرد و تقدیر سرپناهش ناروشن باقی مانده است. یک حقوقشناس مستقل به رادیوی آزادی گفت خدمتیان حربی بعدی به نفقه برآمدن حق ادامه زیستن در منزل خدمتی را دارند و دریافت شهروندی روسیه اساس برای بیکار کردن سند اقامت نمی شود. همصحبت ما گفت ولی خدمتچی حربی به اجازه صاحب ملک یعنی دستگاه رئیس جمهور حق ندارد منزل را به اجاره دهد و بعض پهلوهای این بحث نیاز به تحقیق بیشتر دارد. و در دوشنبه نقاشی های 50 بانوی تاجیک را در نمایشگاه به معرض تماشا گذاشتند. همکاری ما ارشاد سلیمانی و امیر اسایف به تماشای آن رفتند. خانشین زیبا با لباس ملی و مادری مهربان. موضوع بیشتری کار هنری بیش از 40 زن نقاش تاجیک در نمایشگاه ویژه زنان در دوشنبه. نقاشان میگویند این کارهای هنری بخشی از سخنان درونی آنهاست که میخواهند برای جامعه بیان کنند. در برابری هم زن مادر بودن، تربیتگر بودنش باز زن ایجادکار است. زیبایی آفریده می آفرد، زیبایی ایجاد نموده ایستاده است. برای همین بیشتر زنها به موضوعهای زیبایی زن، زیبایی کشور، عموما زیبایی پرستی مشغول می شوند. هرچند برگزار شدن نمایش ویژه بانوان نقاش را در جامعه های سنتی برخی کار ستودنی می دانند، اما برخی دیگر می گویند سیمای زنی تاجیک در آثار نقاشان بیشتر یک زنی دور افتاده خانشین است و یک موجود فعال اجتماعی و سیاسی نیست. روی آوردن زنان به موضوعات اجتماعی و سیاسی و حتی اعتراضی در جامعه تاجیکستان سر و صداها را در پی نیز داشته است. سال 2018 معرفت دولت و یک بانوی نقاش جوان تاجیک در نمایشگاه تصویرهای نیمه عریان زنان تاجیک را در دوشنبه به تماشا گذاشت که واکنش‌های سخت به بار آورد و حتی خود او گفت که تهدید به مرگ نیز شد. این نقاش تاجیک گفته بود از قبل می‌دانست که جامعه چنین برخورد می‌کند، اما خود زن‌های نقاش می‌گویند گوناگون رنگی در کار هنری ضرور است ولی نباید با عنعنه‌ها در جنگ باشد. حسنا جوان دختری پناهنده افغانستانی در دوشنبه رویکرد اعتراضی زنان را حمایت می‌کند. این به یک هنرمند بستگی داره که هنرمند میخواد چی نوع رسم به تصویر بکشه. شاید او زنم بخواد که همون قسم اونها را به تصویر بکشه تا جامعه ببینن. وقتی که زنها به موضوعهای اعتراضی رو بیارن و آنها را بر روی تصویر بکشه باعث از این میشه که مردم آنها را دیده و صدای آنها را بشنوند. نمایش ویژه بانوان نقاش را هنریستان آرا چند سال است که برگزار می‌کند. در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادنکلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما بنویسید. خدا نگهبان شما.